سلام، خیلی خوش اومدین. اینجا زیر این آسمون زیبا نگاه کنید چقدر آسمون پاک و زیبایی داره کرمان. من اینو ما بود برگ میگویم. بود تاب میشه. این بادگیر هست. این بادگیره اون. دیدم. بادگیر در کویر خیلی به درد میخوره. در قدیم مثل کولر عمل میکرده. باد خنک رو از بالا میگرفته میآورده پایین توی ساختمان و خونه رو خنک میکرده. و اونم که برج ساعت هست که ساعتی هست اونجا گذاشتن و الان بیش از 100 ساله که اینجا هست. 100 سال؟ بله. اینجا در اصل کاروانسرا بوده. کاروانسرای وکیل الملک که حاکم وقت کرمان بوده در دوره قاجاریه. اومدن چند سال پیش اینجا رو مرمت کردن، هزینه بسیار زیاد، کلان هم دادن. اینجا مرمت شد، به این فرم زیبا در اومده و بوتیک هتل شده. الان اینجا مسافرها رو میپذیرن، از این فضا لذت ببرید. اینجا مهمان خونهش هست اینجا. بله این کلن هتل، بوتیک هتله. ما یک گروه میفرستونیم برای شما این هتل جا میکنید. حتما. 5 روز این هتل جای خواب شما میشد. شما گید میشید، برده نشان میتید، تماشا میتید. حتما آب کوثر رو میبرید. یکی از زیباترین هتل های ایران هست، برای اینکه یه جای تاریخی، یک جای قدیمی با این کاشیکاری های زیبا، با این آجرکاری های زیبا، با این درهای زیبا، پنجره های زیبا. اینجا شب چند دلار حدودی؟ چند میلیون؟ بستگی به اتاقاش داره. اتاقای 2 نفره داره، 3 نفره داره، 8 نفره داره، فکر کنم 13 نفره هم داره. 2 نفره چند پول است؟ نمیدونم، باید بپرسیم. نه حتما باید پرسیم که اونجا آدمایی که میبیاد میگود چند قیمت دارد هتل اینجا. آره خانم اینجا بود. چندین نسل اینجا جمع شد. اگه بیاد خودش نسل‌های گذشته، نسل‌های آینده. شما تو تیم این حال به شما مداد عضوش میشدم بهتون میگم. ما چشم به راه هموطنان عزیز، همتباران عزیزمون در تاجیکستان هستیم که این پیوند عمیق رو بین ایران و تاجیکستان برقرار کنیم. البته ما گروهی که 25 نفر داشتیم 3 روز برنامه داشتیم در کرمان. با سبب‌های گوناگون اون دوست ما اینجا دعوت نکرد، ما خودمون آمدیم. آینده هر 3 ماه ما حدود 20 تا 50 نفر میتونیم دعوت کنیم که اینجا بیان با شما رابطه‌های دوستی برقرار کنن، رفت و اومد زیادتر شود، سلامتی هم خوب میشه. به امید خدا.